فیفا موبایل. همتون میدونین که فیفا موبایل 2 تا مشکل داره، یکی مشکل لودینگش و یکی هم مشکل ارورشه و من میخوام راه حل این 2 تا مشکل رو بهتون بگم. بکوب رو لایک و زنگوله بغلش هم بزن که بریم سراغ ویدیو. خب بچه من اول آموزش لودینگ رو بدم و بعد آموزش ارورشو. خب آموزش لودینگ اینه که اول میرین تو برنامه تنظیمات ستینگ میزنین، بعد میرین تو گزینه تنظیمات بیشتر کلیک میکنین و بعد رو گزینه دومی میزنین دومین گزینه و بعد رو گزینه اول که اگه دقت کنین نوشته انگلیش استرالیا. بچه باید حتما زبونتون رو انگلیش استرالیا باشه وگرنه لودینگش اگه نباشه لودینگش براتون کار نمیکنه. و میریم کافیه که رو اولین گزینه بزنی و برین رو انگلیش استرالیا پیدا کنی و روش بزنی و تموم میشه دیگه. خب بعد این کار که انجام دادین میرین مارکت برنامه شکن رو دانلود میکنین و بعد میرین برنامه شکن رو فعال میکنین و بعد میرین داخل همین FC 24 یا فیفا. قشنگ بازی براتون لودینگش رو کار میکنه، قشنگ لودینگش براتون میاره. خب آموزش بعدی هم ارورشه. خب فقط شما به یه برنامه هست به نام رادر گیم که بچه این برنامه تو مارکت و بازار اینا نیست، فقط باید برین تو گوگل دانلودش کنین. کافیه که برین تو گوگل بزنین فیلتر شکن رادر یا رادر VPN. موقعی که دانلود کردین میرین داخل برنامه و اول برنامه بهتون که نسکن DNS میده و کافیه که رو گزینه فعال بزنین و بعد میرین داخل FC 24 یا همون فیفا موبایل که قشنگ بازی براتون میاره، ایرورش رو کامل درست میکنه. اگه این ویدیو به دردتون خورد حتما لایک کنید. خدا نگهدار.